بریم که با هم پیک پالی کومان. سلام، خوبید عزیزید؟ بریم با هم با این کاغذ و خودکار که نه، مداد که نه، اتود پیک شادی کومان با بیا تو کادر پسر. حاجی لبا خوش شده، قرصای مصرف میکنن، راکوتانه، داکوتانه، دکوتانه، چیه هرچی هست لبا خوش میکنه. دیجیتال دیگه، ما چاپ نیستیم، میخوایم از دیجیتال بریم. خرس گنده سال آخرش داره پیک شادی حل میکنه. خب این پیک، این فرست ریاکشن من از پیک شادیه. واو. نه ولی خیلی جالبه. گراف چی میگن به اینا؟ کاراکتر چی میگن؟ نقاشی چی؟ خیلی خفنه، خیلی خفنه. نوروز پیروز، مسابقه هوش و ذکاوت. الان این پیکه تپ 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 تپ. خب بریم شروع کنیم. کریتیو دایرکتور هم شایانه که اون ریش بولا علی شبیه علی زنده وکیلی یه فرزند شمشیر لقب کدوم پایین. وایسا اینا به درد ما نمیخوره. تو این تصویر 12 تا شخص یا اشیاء مرتبط به کومان رو پیدا کن و لیستشون رو بنویس. 12 تا بیا. این خودش ایمانه، یکی این ایمان خودش ایمانه. این لوگو دوگیم نباشه. بیا پشتم نوشته دوگیم نباش. این پرچم بیا این خود کوروشه. اینم میاه. باریکلا. دیگه چی؟ مرتضی اینجا. باریکلا. این پرچم ایمان آباد نیست؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم، شاید باشه ولی پیدا نمیشه هیچی دیگه. کجاه؟ چی شد؟ این شمشیره باید باشه یه جوری. این شمشیره یه جوری ربط داره به کومان، نمیدونم. بذار اینو خط بکشیم، شاید یه دردی خوردیم پرچم دیگه. نمیتونه الکی که نذاشته اینجا. این حتما پرچم ایمان آبادی چیزیه دیگه. این شمشیره هم خیلی آشنا دیدم تو کومان ولی دیگه واقعا نیست چی که ربط داشته باشه. ببینم ادامه داره. نه این گاوه که شیرشو میدوشیدن، اینا ربط داره. آفرین دیگه واقعا هیچ چی نمیبینم. ماره مثلا شاید بابا اپیزود بوده که اکثر اپیزود کومان دیدم، نمیدونم شاید مثلا این ماره ربط داشته باشه، چه میدونم قصر ربط داشته باشه ولی من ندونم. مثلا ایمان گوشت دوست داره، این مثلا باید ربط داشته باشه. به هر حال توی این مسیر پرفراز نشیب و گمراه کننده به کوروش کمک کن که هر چی سریعتر زودتر به تاج و تختش برسه. این الان کوروشه. آها این اگه بره اینجا، این دره بسته است، میاد اینجا ولی اینجا دره بسته است. پس خب چیکار کنه؟ پس این بیاد اینجا به این صورت، این بیاد اینجا در بسته است. آها نه، این باید بیاد این ور، بعد بیاد اینجا، 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 بعدش بیاد اینجا، بعد وصل بشه به اینجا، بعد بیاد اینجا، بعد بیاد اینجا، بعد بیاد اینجا. نوکرتم. مرتضی مخفی. توی این گروه مرتضاها یه مرتضی نفوذی مخفی شده، اون رو پیدا کن. بیا داره لبخند میزنه. اطلاعات عمومی هاشو، نه اینکه خودم اطلاعات عمومی نداشته باشم، ما که خیلی اطلاعات عمومی بالاه، خیلی منم خیلی نفسم نه اینکه نخوام جواب بدم و گذاشتم خودتون یه وقت اسپویل نشه براتون، خودتون برید این مسابقه هوش و ذکاوتو نمیدونم این جدول کومان خودتون برید حلش کنید دیگه. مثلا آره دیگه نوشابه چیه مثلا اینا، ولی فکر کنم ربط داره به مثلا ویدیوهای کومان که قبلا گذاشته، نوع شیرینی و فلان، ابزار صنعتی، کدوم جشن باستانی تو بهمن ماه برگزار میشه. بهمن ماه ولنتاینه. این واقعا افتخار نیست نه بخندید. خلاصه که رنگامیزی داره، میتونی رنگامیزی کنی ولی خب این بیشتر برای چاپش بیشتر کیف میده بخوای مثلا رنگامیزی کنی. ماموریت‌های نوروزی داره، مثلا به یکی از دوستا یا آشنا که خیلی وقت ازش بخری سال جدید تبریک بگو و اینا تیک میزنی. مثلا از اتفاقات تعطیلات خاطره بنویس.
یه مثلا میان اینجور چیزا رو خیلی دوست داره. اگه مثلا ویدیوهاشون رو ببینید یا به خودت تو سال جای آینده بریم تلفات مشخص کن، نامه سال بعد بخون، کمک کن، نمیدونم حداقل 5 جزء جدید کماندو اضافه شو، مطمئن شو کانال چنل کماندو اضافه کن، به حیوان آب و غذا بده. اینه نامه و تموم شد. نمکیه. اوکی، چیز باحالی بود. مرسی.